پیستاها رو بین که نه پیستاها بر کرده. پیستایی که یک ساله ای اکی اسکندر گرفتیم، چند نهال گرفتیم، چندشو بردیم در زمین ها شناندیم، یک 4-5 در خانه شناندیم. این همه چند تا شناندیم پیستاها هم مکش سبز. این نگاه کنین، این نگاه کنین بر کرده. انا که با یا دیگه شو میبینیم. اینا ایشم بر کرده. همشه این درخت های اینتنسیوی که اکی اسکندر گرفتیم همش. من این شفتاله اینتنسیوی های من ایاشو که باشه بادام های من بادام هم بر کرده. اینا بینیم بادام ها بر کرده. من هم چند درخته که ما با اسکندر همین سال گرفتیم هم مکش بر کرده است. من با این پیسته همش بر کرده. من این درخت های سیبای راج گلاب اینا نگاه کن در ریاد شنوندیم. هم چند تکی شنوندیم اسکندر گرفتگی هم مکش سب شده هم مکش بر کرده. اینا من چیزی که اکی اسکندر درخت هایی که میوه هایی که میبیارد هم مکش میوه های بهترین های. من این چیزی لورای ریس میگن این درخت ها. اینا با بر کرده سه. این هم اکی اسکندر گرفتیم چند تا همی سال اکی اسکندر گرفتیم هم مکش بر کردیم. من از ناحیه یاوان خریداری کردم اکی اسکندر چیزی که گرفتم هم مکش بر کرده. این من انگورهای کشمشی امریکانسکی اواتار من اینا هم مکش بر کرده. من اینش باشه کیوه که با همین سالم اکی اسکندر گرفتیم. این من بر کرده است. هم مکش چیز محصولات اکی اسکندر میار به فروش هم مکش میوه های صفتناک بوده هم مکش خوب بوده میوه های خوب بوده. از چند نهالی که من همین سال از خریداری کردم یگام تی آنها یعنی که قاق نشده است. هم مکش برکس عمل کرده است. بسیار بهترین میوه هایی که اکی اسکندر میاد بهترین بوده. همین سال من از دیگه جاها خریداری میکردم. از همه چند تا که خریداری میکردم چند تی آنها یعنی که خشک میشد. یکی مثل اکی اسکندر گرفتیم یکم تیا خشک نشده است. هم مکش سبز شده است عمل کرده است.